رو ببین. الان سعید ردیف دوم این ماشین نشسته و از اونجایی که 7 نفر است منم ردیف سومش نشستم. این ماشین خوراک خانواده‌های پرجمعیته. این ماشین نسخه جدید فیدلیتی، یعنی فیدلیتی الایت، ولی نسبت به نسخه قبلی چه تغییراتی داشته؟ سپر عقبش بروز شده و این دیفیوزر اسپورت بهش اضافه شده. 4 تا خروجی اگزوز هم براش گذاشتن. رینگای 20 اینچی با طرح جدید و رنگ خاکستری، این نوار کرومی هم به رکابش اضافه شده. شارژر وایرلس، مانیتور جدید با اپل کارپلی و اندروید آتو، دست دنده جدید، دکمه تغییر مد بین اکو و اسپورت، گرمکن صندلی جلو با سردکنشون. این زیرم که کول باکس گذاشتم با یه خروج برق 12 ولت. البته کلا طراحی کنسول این نسخه تغییر کرده. رخ جلوش هم به خاطر سپر، جلو پنجره و البته چراغ‌های جدید کلا تغییر کرده. اما کماکان زیر کاپوتش یه موتور 1500 توربو داریم با 155 اسب بخار قدرت و البته گیربکس 6 سرعته 2 کلاچه تر. این موتور به نسبت توربو بودنش استهلاک پایینی داره. و اینجاش باحال، سوئیچ که توی دستت باشه، این نور که روی زمین افتاده رو پاتو بذاری روش، اینجا در صندوق به قدرت خدا باز میشه.